چالش درآمد ماه 500 میلیون قسمت 10. بالاخره قفس‌هامون از قزوین بعد از کلی تأخیر رسید. 2016 سر قفس مرغ صنعتی خرید کردیم که میتونیم 1500 تا مرغ رسمی تخم‌گذار داخلش بذاریم، چون مرغ رسمی سایز درشتری داره. هزینه‌هایی که کردیم 124 میلیون بابت قفس دادیم که قفس دست دوم در حد نو بود و 8 میلیون تومان هم 2 تا فن هواکش 70x70 خرید کردیم و 30 میلیون هم تا الان برای مولدامون هزینه کردیم، مولدای مرندیمون. 50 میلیون برای دونه بار، 23 میلیون تومان هم برای دستگاه آسیاب. مکانم که از خودمونه و اجاره ای نیست. جمع کل هزینه‌مون تا اینجای چالش شده 238 میلیون تومان. و 220 میلیون تومان هم نیمچه 4 ماهه خرید کردیم که از 5 ماهگی شروع میکنه به تخم‌گذاری و نشونه گذاری، که مرغا هم احتمال زیاد تا آخر هفته میاریم و داخل قفس میذاریم. انشالله تا برج یکم به درآمدزایی میرسیم. پست هم حتما سیو کن که گمم نکنیم.